سلام به همگی، خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه. امروز میخوام شما رو با یکی از خاص‌ترین پروژه های حال حاضر دبی آشنا کنم. پروژه‌ای که میتونه در آینده نه چندان دور هم ردیف امریتس هیلز یا دیستریکت 1 قرار بگیره. اسمش هست اواسیس، اثر دیگه ای از امار. همیشه در دبی بعضی محله ها افسانه ساز شدن. امریتس هیلز، دیستریکت 1، جمرا گلف استیت، جایی که ویلای هایی که روزی با چند میلیون درهم فروخته میشدن، امروز با ده ها میلیون درهم دارن معامله میشن. حالا سوال اینه، اگر میشد در همون ابتدای کار در یکی از این پروژه ها سرمایه گذاری کنید، امروز فکر میکنید کجا بود؟ اما پاسخش روشن‌تره. سودهای بزرگ و جایگاهی ویژه در بین لوکس ترین های دبی. پروژه جدید امار یعنی اواسیس میتونه همون فرصت طلایی بعدی باشه. پروژه اواسیس یک شهرک مسکونی فوق لوکس در مقیاس بی‌نظیره. مساحت کلی پروژه حدود 100 میلیون فوت مربع هستش و فقط یه چیزی حدود 3100 ویلا و عمارت خواهیم داشت. ویلاهای بزرگ 4 خوابه گرفته تا عمارت‌های 5 خوابه و حتی سوپر عمارت‌ها. هر واحد با طراحی خاص معماران جهانی ساخته میشه و ترکیبی از فضای داخلی مدرن و مناظر بیرونی سرسبز رو به شما میده. اما نکته مهم اینه که 25% کل پروژه فضای سبز و آبراه‌ها، لاگون‌ها، کانال‌های آبی و پارک‌هایی که پروژه رو به معنای واقعی کلمه تبدیل به یک اواسیس در دل دبی می‌کنه. و اما موقعیت مکانی این پروژه بین 4 تا اتوبان اصلی همدان بن زاید، امریتس رود، اتوبان یلاییس و الفیل رود قرار گرفته که فاصله تا مراکز کلیدی دبی رو فقط بین 16 تا 20 دقیقه میکنه. یعنی هم آرامش زندگی در طبیعت رو دارید، هم دسترسی سریع به شیخ زاید رود، مارینا و دبی هیلز. همچنین فقط چند دقیقه تا زمین‌های گلف جهانی فاصله دارین و داخل پروژه هم تجربه ساحل اختصاصی رو خواهید داشت. اما بریم سراغ امکانات و سبک زندگی. امار همیشه به فکر کیفیت زندگی ساکنانش بوده و در اواسیس مسیرهای 54 کیلومتری برای دویدن و پیاده‌روی، پارک‌های سبز، لاگون‌های شفاف، کانال‌های آبی و حتی ساحل‌های شنی واقعی وجود داره. خرید، رستوران، مراکز سلامتی و ورزشی، بهترین مدارس دنیا و مراکز درمانی همگی توی این شهرک در دسترس شما خواهد بود. زندگی در اواسیس یعنی تجربه یک زندگی ریزورتی شهری در دل شهر. و اما تراکم پایین ساخت و ساز یکی از نقاط قوت مهم اواسیسه. تراکم پایین یعنی فقط حدود 3100 ویلا در مساحت عظیم 100 میلیون فوت مربع این پروژه ساخته میشه. هر خونه روی قطعه زمینی وسیع با حیاط بزرگ و بعضی ها حتی دسترسی مستقیم به کانال‌های آبی و لاگون‌ها خواهند داشت. ابعاد خونه ها هم چشمگیره، از تقریبا حدود 6000 فوت مربع برای ویلاهای 4 خوابه تا بیش از 10000 فوت مربع برای عمارت‌های 5 خوابه. اما حالا برسیم به قیمت و بخش مالی این ویلاها. ویلاهای 4 خوابه از حدود تقریبا 11 میلیون درهم شروع میشن و ویلاهای 5 خوابه حدود 13 تا 14 میلیون درهم خواهد بود. اما سوپر عمارت‌هایی خواهیم داشت که از حدود 24 میلیون درهم به بالا شروع میشه. اگر این قیمت‌ها رو بخوایم با امریتس هیلز یا دیستریکت 1 در حال حاضر مقایسه کنیم، می‌بینید بسیار رقابتی و جذاب هستن. علاوه بر این، امار همیشه طرح‌های پرداختی منعطف ارائه میده. یعنی نیاز نیست همه پولی که الان گفتم رو شما یک جا پرداخت کنید. اقساط خواهید داشت تا سال 2029 در طول ساخت و تا زمان تحویل. اما برای درک بهتر پتانسیل اواسیس، بیاین اونها رو مقایسه کنیم با پروژه‌ها و شهرک‌های دیگه. امریتس هیلز اولین پروژه فوق لوکس امار بود در دبی. ویلاهایی که زمانی چند میلیون درهم بودن امروز ده‌ها تا حتی صدها میلیون درهم داره دوباره معامله میشه. دیستریکت 1 اولین شهرک ویلایی لاگون محور بود که لاگون ساخته میشد. قیمت‌ها از 5 میلیون شروع شد و امروز ویلاها بین 12 تا 18 میلیون درهم رسیده و حتی بالاتر. شهرک جمرا گلف استیت که در چند دقیقه‌ای اواسیس خواهد بود. شهرک ویلایی که محور گلف هست و امروز میانگین ویلاها حدود 15 میلیون درهمه. اواسیس همون دی ان ای لوکس این پروژه رو داره، با این تفاوت که هنوز در مرحله بسیار بسیار اولیه و آغازین هست. حالا چرا باید همین الان سرمایه گذاری کنیم؟ 3 تا دلیل اصلی داره. اولی و مهمترینش خب سابقه درخشان امار پشت پروژه‌ای مثل برج خلیفه، دبی مال و امریتس هیلز هستش و سازنده دولتی. دومی مزیت ورود زود هنگامه. قیمت‌های شروع پایین‌تر از پروژه‌های تثبیت شده است و هنوز تو فازهای اولیه هستیم. و اما سومی که همیشه برای امار مهم بوده، سبک زندگی منحصر به فرده. یعنی ترکیبی از کانال‌های آبی، لاگون، گلف پارک‌ها و امکانات جهانی. به علاوه عرضه ویلاهای فوق لوکس همیشه در دبی محدود بوده. یعنی ما همیشه تقاضا زیاد داشتیم و عرضه محدود. پس این باعث میشه رشد سریع ارزش قیمت ملک رو اونجا داشته باشیم. اگر بخوایم اواسیس امار رو جمع‌بندی کنیم، این فقط یک پروژه نیست. این آینده زندگی لوکس در دبیه که همین امروز در حال ساخته شدن. اگه به دنبال ارتقای سبک زندگی خانوادگی یا یک سرمایه‌گذاری طلایی و سودآور
هستید این فرصت برای شماست. من میتونم از انتخاب بهترین ویلاها تا همراهی در روند خرید و طرح‌های پرداخت در کنارتون باشم. با من در تماس باشین تا مطمئن بشین وقتی داستان موفقیت بعدی املاک لوکس دبی نوشته میشه نام شما هم در اون باشه.